شبنم ببریم بسکتبال. هلو. اینم شبنم. دختر نازم. بازی اینجوری هن که هر کدومو بازی میکنیم، هر کی که برنده شد یه امتیاز براش ثبت میشه. بازی اول آماده بیارم. فوتبال کشی، ببخشید بسکتبال کشی. بسکتبال کشی. بعد هر کس یکی از این بازی‌ها رو باخت، به اضافه اینکه یه دونه امتیاز منفی براش حساب میشه، یه نیمچه مجازاتی هم داره که اونو بعداً میارم میبینی. چوبیه؟ چوبیه. مثبت 6 سال میتونید بازی کنید. یک، تو با یه جای دست یه گوشه زمین تو بگیر که چیز نشه، نره، این میخواد بره. بریم. 1 2 3. بازی کن بازی کن بازی کن. رفت بیرون دوباره. تو دیگه باید تو بازی کنی، باید بازی کنی. ماما چه رنگی بود؟ اینجا نارنجی بودم. اینو شبنم از قصد یاد گرفته بیرون میندازه. تمام. نه تمام من بردم. شبنم با دست جابجا کردی دیده میشه. چی با دست جابجا کردم؟ وقتی من رفتم اونو بیارم تو باید استاپ میکردی. تو گفتی بازی کن بازی کن. از اول اینجوری. نه اصلا میتونی بعدا ویدیو رو نگاه کنی. 1-0 من رفتم موره شبنمو یاد گرفته هوایی میزنه، هوایی میره. اوکی، بازی اولو شبنم برد. شبنم تصمیم گرفت که این چجوری میدونی دماغت میره؟ صورت آخه نه دماغ آخه من دماغت اندازشه، برای همین بعد آوردمش. ادامه ویدیو رو باید با این بریم تا زمانی که من این چیه؟ بازی بعدی یه دونه ربات داره. ربات رو باید مثل فوتبال دستی چرخوندش، توپو میذاریم تو دستش بندازیم بیفته داخل سبد. بازی کنی؟ آره یه نمیدونم یه دستی میشه، یه تستی برو. این تسته. او مای گاد. بازی بود؟ شروع شد؟ بازی برم پایین تری خورده. شروع شد؟ 4 تا داری دیگه. خب برم؟ اولی گل. صبر کن گل شد. آره گل شد، ولی یه دور نه از گوشه بذارش گوشه. خب آره اولی گل یعنی شد. فکر می‌کنی الان مثلا جاش عوض که من دیگه نه میتونی الان جابجاش کنی. میتونم. باید از اونجا شروع کنی. خب اینو دیدی نتونستی؟ یکی فعلا. دو. منم یه دونه تستی دارم دیگه. آره یه تستی داری. دست سمت خود باشه. برو. این چرا اینجوری شد؟ معیوب شد. اون دسته است فقط نمیتونی. اشکال نداره. اشکال نداره اینجوری میندازم. خب نمیذارم. نه اینجوری میندازم. الان به دست از تصویر. برو. میتونی؟ آره. اینو میذاری اینجا. یه دونه تستیت برو. یه دونه تست. اینو ثابت نگه میدارم. آره. تو تستش هم اشتباه انداختی. چطورش خوب درست کردی؟ برم؟ مثل بشینم من؟ برو بازی شروع شده. الان شروع شده. دقل بازی در نیار. اوکی. 1 2 3 برو. میچرخ هست. 1. اوکی. بذار داخل زمین بمون. فرق نمیکنه. برو. اگه اختلال ایجاد کرد چی؟ داره اختلال ایجاد میکنه. لطفاً نگرش دار. 1 2 تا مونده. بابا 0 بود، یه لحظه 0 شد. نه اینو بندازی باختی، اینو نندازی باختی. من 2-0 من 2 تا انداختم تو زمین. پشت دستش افتاد. مساوی شد. میره راند دوم یه دونه از توپا رو حذف می‌کنی و دوباره بازی می‌کنی. یعنی 3 تایی؟
بله میره نوبت من. الان برعکسش میکنیم دوباره. بفرمایید. من 2 تا از توپا رو نگه میدارم براتون. میتونی اون یکی رو بگیری اگه اذیتی. بعدی توپ بعدی. آختی اونم رفت. توپ آخرت. یکی دابل زدم و یکی خورد اینجا یکی افتاد تو. آخر یکی رو انداخت. برو. خب بچه من 2 تا بندازم میبرم میتونم. من الان یعنی 3 درسته؟ 3 یه دونه انداختم 3 نه دیگه اون تموم شد. اون تموم شد. این راند 2 دیگه کلا با کدوم دسته کن میخوره با این. این اولیش. دومی رو ببین. 1 2 تکونش دادی. به خدا صحنه است. تکونش دادی. به خدا تکونش ندادم. خواستم بدم اینطوری شد تکون ندادم. تکونش دادی هولش اصلا پرید. اوکی. اگر به زردم نمیخوره خیلی آدم دغل بازی هستی. اصلا قبول نیست. تکونش نباید بدی. تو قرار اصلا نمیگی تو کمکت نمیکنم. باشه. اصلا واقعا چرا دستت اونجا بود؟ بریم برای بعدی. یعنی ضربه دومم. تازه اولی گل شد. خب هنوز یه شات دیگه دارم. اینو بزنم بردم. برو. اینو بزنم بردم. 1 2 3 خب که چی؟ بردم. خب که چی؟ بردم. الان مجازات. نیم مجازات. نیمچه مجازات شبنامو بزو بسته‌بندیشو باز. خوکی. دیدی اینا من از این فاصله میتونم بنزم من. و ادامه بازی رو دیدی خودتو سرگرم نکن. عزیزم. بذار کششو خودم بلدم. صبر کن. خودتو آماده کن برای بازی سوم. اوه مای گاد. بله. چی نفس میکشی تو این؟ بچه این بازی رو من بردم. بازی قبلی هم که شبنم برد. 1-1 مساویم. بازی آخر و بازی سوم چیه مگه داریم بازم؟ دیگه اسباب بازی نیست. میریم زمین بسکتبال. نگو که با اینا باید بریم. با اینا باید انجام بدیم. این دیگه تا آخر ویدیو میمونه. بله. میخواد تو کانادا ببره. بله. میریم یکی از پارک های زیبای کانادا که زمین بسکتبال داره. ببینم نبلولافن روی بینی نگرشته. و 3 تا شات میندازیم. 3 تا شات انداختیم دیگه اونجا هم مسابقه است دیگه. بار مساوی شد یه دونه از فرصت‌ها رو کم می‌کنیم میریم تا به فینال برسیم. آخرش مجازات داریم. منتظر مجازات باشید. مجازات نهایی توی راست. از بیا. صدای خوک در آوردی؟ صدای خوکه؟ آره. این صدای خوکه. شبنم خه میکنه. صدای چی در میاد؟ اسب. این اسب دیگه. آره. اوکی. الان در بیار. صدای اسب.